در بفرمایید. مهاجرتی هستیم در شهر سانت پتربورگ. یک مهم. زیاده از 15 نفر در مغازین کار میکنیم. روزهای جمعه ما رو جواب نمیدیم به نماز رفتن. از سوال همین که ما میتونیم نماز پیشین رو با جماعت خونیم. میتونید و شما مسئله اساسی نپرسیده، مسئله بعدی به پرسیده است. شما جمعه خانتان، جمعه برای شما فرض است. اونا مثلا مصلحت کردن اکر که مثال بگذار یک ساعت از مابین روز کار کم کند و یک ساعت یا نیم ساعت از سحری و نیم ساعت از بیگاهی روزی جمعه دراز کند، ولی یک ساعت از مابین برای جمعه جواب دهد. اینچنین میتوند کارگرایی که مثال جای شما رو میگیرد، کارگرایی که سمینه نو میکند، همون کارگرا بگذار روزی جمعه کار کنند. مثلا کار کنید تا که حساب بشه یا بهتون به نماز جمعه روید. روز نماز جمعه فرض است. خاصتا شما وقتی که در پیتر زندگی مونید، پیتر شهر است و در شهر مسجدها بسیار است، قدرت و امکانیت رفتن به جمعه هست. بله، اون بله، در حالت قدرت هست معمول استاد. بود. فقط ما همین 15 نفر استاد یک وقت کار میکنیم. ده از ساعت 9 تا 9 بیگاه کار میکنیم. مثلا خب بگذار این سمینه 15 ما نفر جواب تیاد روزی جمعه جواب گیری، روزی بازار کار کنید تا. نه، مغازین ما 24 ساعته استاد. 24 ساعت آخه مغازین شما کار 24 میکنیم. ساعت کار نمیکنید کو؟ بله، ما 12 ساعت کار میکنیم. همون سمینه اید که بعد شما کار میکند، همین خیل تقسیم کند روزی جمعه و که مثلا سمینه بعد جمعه قبول کنید یا پیش از جمعه دعوت کنید. علاجش هست. 15 نفر باشید و خاصتا یک و یک باره همین امر بردارید، میگیرد گپتون. من مثال در انگلیا، در اروپا، همین مردم تاجیک باید زبون شکسته به نیمیسی و به انگلیسی فهمانیده با راهبراشون همیشه کار کرد. خیلی نه که یک عمر شما جمعه نخوانید. کسی بله. 3 جمعه قصدا نمیرد، به قلبش مهر زده میشه. بگه سونی نه نصیحت گوش تو میدارد، نه سخنی الله، نه سخنی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولی این مسئله به هر حال مسئله بیرون از موضوع ما هست. کوشش کنید تا نمازهای جمعه و روید. نماز جمعه فرض است. در یک هفته یک مرتبه 10 دقیقه. اما از اذان دوم وقتی که خطیب به بالای منبر میبرد تا سلامه، مرحمت بعد سلام روید با تا 12 شبه یک شبه کار کن. امکانیتی سلامت باشین استاد. خدا هست. عمرتان دراز کنه، ایمانتان مستحکم گردانه. در حق ما مهاجران دعاگو باشه استاد.